از قلبی که الان اینجا ما داریم قلب گوسفند هست. قلب میدونی که یه اندام ماهیچه‌ای هست، درون یک کیسه محافظت کننده به نام کیسه آبشامی‌ای قرار داره. در این قلب خوشبختانه بچه‌ها الان کیسه آبشامی‌ای راحت میتونیم ببینیم. قسمتی که الان شما مشاهده میکنید لایه خارجی کیسه آبشامی‌ای هست، لایه پیراشامه یا پریکارد جنس بافت پیوندی هست و بافت پوششی. لایه دیگه کیسه آبشامی که اپیکارد بشه به سطح خارجی قلب متصله که حالا من این لایه پریکارد بچه‌ها برش میدم که قلب رو بیاریم بیرون. همونطور که اینجا میبینید بچه‌ها بافت چربی الان به لایه پریکارد قلب متصله. پس ما ابتدا این لایه پریکارد رو برش میزنیم جدا میکنیم تا بقیه قسمت داخلی رو بتونیم چیکار کنیم ببینیم. پس من یه برشی بچه روی لایه پریکارد ایجاد میکنم، اینو جدا بکنیم بعد بریم سراغ خود قلب. خب یه برش کوچیک که بچه بزنید این قسمت میتونیم که لایه پریکارد جدا کنیم. حالا من از قسمت بالاتر بچه اینو برش میزنم که رگای خونی بریده نشه بچه‌ها. پس قسمتی که الان ما جدا کردیم لایه پریکارد یا پیراشامه قلب بوده. لایه داخلی اون کیسه که اپیکارد یا برون شامه باشه به سطح خارجی قلب متصله، و الان جزء لایه های قلب شده. بعد از جدا کردن لایه در واقع پریکارد، اولین کاری که بچه‌ها ما باید انجام بدیم سطح پشتی و شکمی قلب رو باید مشخص بکنیم. خب قلب رو بچه نگاه میکنیم. برای تشخیص سطح پشتی و شکمی دو تا روش وجود داره. روش اول سطح شکمی یه حالتی چی داره؟ انحنا داره. سطح پشتی تخته. شما اگه دقت کنید انحنا رو در سطح شکمی میتونید ببینید، یه حالت برآمدگی داره. در سطح پشتی حالت تخت و صافه. اگر از این روش نتونستیم اینو تشخیص بدیم میریم سراغ رگ‌های غذادهنده قلب یا رگ‌های کورونری. در سطح شکمی قلب اگه دقت بکنید بچه‌ها رگ‌های کورونری حالت موربه، یا حالت اوری و مورب از سطح قلب رد میشه. در سطح پشتی رگ‌های کورونری حالت عمود داره که کاملا در اینجا دیده میشه. پس این روش دیگه امکان خطا و اشتباه نیست. و در سطح شکمی رگ‌های کورونری حالت مورب از روی قلب رد میشه، سخرگ و سیارگ. در سطح شکمی در پشتی در واقع رگ‌های کورونری حالت عمود دارن، نسبت دیگه حالت عمود و حالت موازی هستند. خب بعد از این که بچه‌ها سطح پشتی و شکمی و قلب رو تشخیص دادیم میریم سراغ تشخیص بطن چپ و راست. چند روش برای تشخیص بطن چپ و راست وجود داره. یه روش بچه اینه که با دست دیواره دوتا بطن فشار وارد بکنیم. اونی که بچه سفت‌تره میشه بطن چپ. الان اینجا دقت بکنید این میشه بطن راست، شلتره. این چیه؟ سفت‌تر این سمت میشه بطن چپ. روش دوم اینه بچه‌ها، قلب رو روبرو خودتون میگیرید، یعنی به این صورت. قلب رو نگاه کنید بچه، به نوک قلب نگاه میکنید، ببینید نوک قلب به کدوم سمت تمایل داره. هر سمتی که نوک قلب به اونجا تمایل داره میشه بطن چپ. اگه نگاه کنید بچه الان این فرض کنید که روبروی خودتون باشه، الان من روبروی دوربین گرفتم اینو، نوک قلب به این سمت تمایل داره. پس اینجا میشه چی بچه‌ها؟ بطن چپ. اینور میشه بطن راست. و دو تا روش گفتیم. یکی این که به دیواره دو تا بطن فشار وارد میکنیم، هر کجا سفت‌تر بود میشه دیواره بطن چپ چون قطرش بیشتره. اونی که نرمتر بوده دیواره بطن راست. روش دوم بچه‌ها، قلبو به سمت خودتون میگیرید به این صورت، به نوک قلب نگاه میکنید، ببینید نوک قلب به کدوم سمت تمایل داره، اون میشه بطن چپ. اما روش سوم، اگه از این دو تا روش نتونستیم بچه‌ها اینجا میایم مدخل ورودی سخرگ آئورت رو پیدا میکنیم. سخرگ آئورت بچه‌ها بزرگترین سخرگ بدنه، مدخل ورودیش مشخصه. از مدخل ورودی سخرگ آئورت یه سوندی رو بچه‌ها میفرستیم داخل. ببینید این سوند کجا میره؟ هر سمتی که اون سوند رفته میشه چی؟ بطن چپ. خب این کارا رو انجام میدیم بچه‌ها. خب استوب بزنید بچه‌ها. روش سوم بچه‌ها تشخیص بطن چپ و راست، ما
سخرگ آئورت رو پیدا میکنیم بچه. سخرگ آئورت یه رگیه که دهنه اون از همه بزرگتره. سون رو از طریق سخرگ آئورت میفرستیم. سخرگ آئورت خب میدونید که از بطن چپ چیکار میکنه؟ منشأ میگیره و سوند آروم میفرستیم بدون اینکه دیواره بطن رو سوراخ نکنه. بعد نگاه میکنیم کجا میره بچه‌ها. اگه دقت بکنید الان من سوند که فشار میدم این قسمت داره چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، یعنی در واقع بطن چپ این قسمت میشه. سخرگ دیگه که این کنارش از سخرگ شوشی اگه بچه دقت بکنید میره داخل بطن راست. پس روش اول تشخیص بطن چپ و راست به ضخامت دیواره بطنا نگاه میکنیم. هر سمتی که ضخامتش بیشتر بود میشه بطن چپ. روش دوم به نوک قلب نگاه میکنیم به کدوم سمت تمایل داره. نوک قلب به سمت بطن چپ تمایل داره. روش سوم یک سوندی رو از طریق سخرگ آئورت پیدا کردن. سخرگ آئورت بچه راحته، یعنی یه مدخل بزرگتری داره، همیشه دهنش بازه. سوند میفرستیم داخل ببینیم کجا میره. اگه وارد هر بطنی شد اون میشه بطن چپ که الان قسمت بطن چپ وارد شده. مطلب دیگه بعد از اینکه بطن چپ و راست مشخص کردیم در این شکل، الان بطن چپ بطن راست در قسمت بالای اونا دهلیزه. این قسمت بچه‌ها این به شکل گوشوارک که اینجا میبینیم دهلیز راسته، اینم دهلیز چپ هست. اندازش خیلی کوچیکه بچه‌ها، اصلا در مقایسه با بطن‌ها هم اندازه کوچکتری داره، هم ضخامت اون بسیار نازک‌تره. همونطوری که بچه‌ها میدونید دو تا بطن با هم دیگه ارتباطی ندارن، دو تا دهلیز هم با هم ارتباطی ندارن. بطن چپ با دهلیز چپ از طریق دریچه دو لختی یا میترال، بطن راست با دهلیز راست از طریق دریچه سه لختی یا سلتی با هم دیگه ارتباط دارن که حالا ما تشریح که شروع کردیم سعی می‌کنیم دریچه‌های سینی و دریچه دو لختی سلتی رو به شما نشون بدیم ببین به چه صورتی هست. بعد از این که بچه‌ها ما سطح پشتی شکمی و بطن چپ و راست رو تشخیص دادیم میریم سراغ رگه هایی که به حفره‌های قلب متصلن. شما میدونید که 9 تا رگ به حفره‌های قلب متصلن. سخرگ آئورت که بزرگترین سخرگ بدن هست به بطن چپ متصله. سخرگ شوشی به بطن راست متصله. به دهلیز راست در واقع بچه بزرگ سیارک زیرین و زبرینه که اینجا بخش بالاش بریده شده. نسبتاً دیواره سیارک بچه نگاه کنن ضخامت بسیار کمی داره ولی قطر حفرش زیاده. 4 تا سیارک هم به دهلیز راست متصلن. این 4 تا دقیقاً بچه ما میتونیم اینجا ببینیم. این یه دونه، این دو تا هم از این قسمت، یکی اینجا 3 تا، یکی اینجا 4 تا. 4 تا سیارک دقیقاً از شش میان، 2 تا از شش چپ، 2 تا از شش راست وصل میشن به دهلیز در واقع چپ. پس این 4 تا یه دونه اینجاست، 2 تا، 3 تا و یکی هم اینجا 4 تا سیارک ششی هستن. 4 تا با 2 تا 6 تا، 2 تا 8 تا. یکی هم سیارک کورونری هست که میریزه ابتدا به سینوس سیارگی، از اونجا وصل میشه به میریزه خون تیره رو به دهلیز راست. پس به دهلیز چپ 4 تا سیارک، به دهلیز راست 3 تا سیارک، جمع میشه 7 تا. 2 تا هم سخرگ آئورت و سخرگ شوشی داریم که یکی به بطن چپ یکی هم به بطن راست متصل هستن. بعد از این که بچه‌ها ما تشخیص ظاهری قلب انجام دادیم میریم سراغ در واقع مشخص کردن دریچه‌های قلب. اول دریچه که میخوام بچه ببینیم دریچه سینی هست. دریچه سینی که در ابتدای سخرگ آئورته. این سخرگ آئورت معمولا بهتر این که بچه ما یه سوند شیارداری رو از طریق سخرگ آئورت وارد بطن چپ بکنیم، بعد نوک پهن قیچی رو بذاریم روی سوند بریم جلو. ما چون اینجا سوند نداریم بچه‌ها به همین صورت تقریبی برش میزنیم. پس من اینجا میام دریچه در واقع سخرگ آئورت رو برش زدم، یه مقدار میرم جلو که به دریچه سینی بچه برسیم. فقط به مواظب باشیم بچه دریچه سینی رو ما نبریم که داریم میریم جلو بچه ببینیم به چه صورتی هست. خب بچه دقیقاً من الان برش زدم اینو، یه مقدار جلوتر میرم این برش رو. خب شما در این قسمت بچه ها
در ابتدای سخرگ آئورت که من دقیق بهتون نشون میدم، دریچه سینی رو به راحتی میتونید ببینید بچه‌ها. این دریچه سینی، این حرف شبیه حرف سین فارسیه. بچه دقت بکنم، من با پنسل اینو میگیرم، این دریچه که دارم بچه الان با پنسل میگیرم دریچه سینی هست. این یه لتشه، در واقع اگه نگاه کنید شبیه حرف سینه. این لت دومشه. یکی بچه دقت کنید، این دریچه چیه بچه؟ سینیه. این سمتم به این ترتیب، دو تا لتش کاملا مشخصه. جنس دریچه بافت پوششی هست، منتها یه اسکلت پیوندی هم داره که برای استحکامش. دقیقاً حرف شبیه حرف سین فارسی هست که اینجا میتونید ببینید. پس بعد از اینکه از دریچه سینی اومدیم بیرون، در ابتدای سخرگاه دو تا سوراخ بچه‌ها، اینا سخرگاه غذادهنده قلب از اینجا منشأ میگیرن به این صورت. اینا به مقدار خونی هست. این قسمت بچه‌ها پس دریچه سینی ما دیدیم. برای دیدن دریچه‌های دولختی و سلختی از اینجا میتونیم اقدام بکنیم، از داخل دهلیز چپ بریم راحت تره. به قطر ضخامت قطر بطن چپ توجه بکنید. این چقدر ضخیم بطن چپ، به خاطر اینکه این بطن چپ با پمپاژ خودش خون رو میخواد کجا برسونه؟ به تمام قلب، به تمام اندام‌ها. اینه که ضخامت دیوارش بیشتره. حالا ما میریم سراغ بطن راست، بعد یه مقایسه دو تا دیواره رو با هم دیگه داریم. مشخص کردن در واقع دریچه دولختی میریم سراغ دریچه سلختی. بعد از اینکه برش زدیم بچه‌ها، شما لطفاً به ضخامت دیواره بطن راست توجه کنید چقدر نازکه. بعد از اینکه بچه‌ها دیواره بطن راست رو برش زدیم، شما اینجا به یک تناب عرضی رو میبینید بچه‌ها. من با دست میارم بالا. این تناب عرضی در بطن چپ دیده نمیشه، چون بطن راست دیوارش بچه نازکه، برای اینکه خیلی کش نیاد یه تناب عرضی داره. این تناب عرضی از باز شدن بیشتر از حد بطن راست چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. اینجا هم بچه‌ها در مدخل ورودی سخرگ شوشی دریچه سینی رو میبینید. بچه نگاه کنید، من با در واقع نوک سون این دریچه سینی میارم بالا. دقیقاً شبیه حرف سین فارسیه، دریچه سینی. پس اینجا هم داریم. امیدوارم بچه همه این دریچه رو بتونید ببینید. جنس دریچه هم همونطور که اشاره کردم بافت پوششی با یک اسکلتی از بافت پیوندی که برای استحکام اون هست. بعد از اینکه بچه دریچه های سینی رو ما مشخص کردیم، میریم سراغ تشخیص دریچه های دولختی و سلختی. مجدد بچه میریم سراغ بطن چپ. بچه ها این دریچه سینی که مشخصه، اینجا دریچه اگر دهلیز چپ وارد میشدیم شاید راحت تر بود. اینو من با نوک سون دریچه در واقع دولختی رو مشخص میکنم برای شما که بتونید به چه صورتی هست. اینا تنابایی است که دریچه دولختی از طریق اون به دیواره قلب متصله. بعضی از این تناب‌ها مستقیما به دیواره میوکارد وصلن، بعضی مثل این کالا بریده شد به این پایک‌های گوشتی متصلن. یه سری پایک‌های گوشتی داریم، تناب‌ها به این وصلن. این تناب‌ها از جنس بافت پیوندیه. خب من با پنس بچه‌ها یک از این دریچه رو بلند میکنم که شما بتونید دریچه دولختی رو ببینید. بچه دقیقا این دریچه دولختی که دارم با پنس میگیرم، اینو دریچه چیه؟ یه لتشه، یه لتش هم بچه ها به سمت پایین هست. این لت دومشه، دو تا لت داره. پس این لت دریچه رو من بلند میکنم بچه ها. امیدوارم دریچه رو همه دیده باشن بچه ها. دریچه دولتی یا میترال دو تا لت داره، یکی هم به اون سمت پایین میشه، دو تا. پس این تناب‌های در واقع از جنس بافت پیوندی دریچه دولتی رو به دیواره قلب متصل میکنه. بعضی ها مستقیما به میوکارد متصلن، بعضی به این پایک‌های گوشتی متصلن. جنس این بافت پیوندی بگونه است که بچه‌ها میتونه فشار زیادی رو تحمل کنه. زمانی که بطن چپ داره منقبض میشه، خون با فشار میخواد به سمت بالا بره، دریچه رو میبنده. دریچه‌ای که بچه‌ها ما این سمت داریم دریچه سلتی یا سلختی هست که حالا تو این قسمت من اینو نشون میدم ببین به چه صورتی هست. خب این با قسمت دهلیز وارد بشیم بچه‌ها. تو دهلیزی ببرم اصلا. برای مشخص کردن دریچه سلختی هم میتونیم از قسمت دهلیز راست اقدام کنیم، هم از بطن راست. حالا ما چون بطن برش زدیم راحت تره بچه‌ها.
این دریچه که الان شما میبینید دریچه سلختی، این یه لتشه، یه لتش بچه این قسمته، یه لتش هم به این قسمت، 3 تا لته. یه بار دیگه نشون میدم. دریچه سلختی 3 تا لت داره، لت اول، لت دوم و لت سوم. این دریچه نسبت به دریچه دو لفتی فشار کمتری رو بچه متحمل میشه، پس لتش رو به این صورته: لت اول، لت دوم و لت سوم. اگه بچه به تنابای عرضی نگاه کنن، ضخامت تنابای عرضی این بخش کمتره در مقایسه با چی؟ تنابایی که این قسمت وجود داره، تنابایی که در واقع دریچه‌ها رو به دیوار قلب متصل میکنن. ضخامت این تنابا نسبت به تناب‌هایی که در بطن راست وجود داره ضخامت بیشتری داره، این ضخامت خیلی کمتری داره. خب بچه اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم اینو به این صورته که بعد از تشخیص سطح پشتی و شکمی در واقع قلب میریم به سمت تشخیص بطن چپ و راست. بعد بررسی میکنیم رگ‌هایی که به عفره‌های قلب متصلن. بعد شما باید قادر باشید دریچه سینی، مدخل ورودی سفرگ کورونری، دریچه دولختی، دریچه سینی ابتدای سفرگ شوشی و دریچه سلختی، همچنین ضخامت دیوارهای بطن چپ و راست رو به راحتی چیکار کنید بچه‌ها؟ تشخیص بدید. امیدوارم بچه‌ها این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برای تماشای سایر ویدیوها میتونید به کانال آپارات ما که آدرس اون در پایان این ویدیو نمایش داده میشه مراجعه کنید. موفق باشید.